سرخط مهمترین خبرها: دادگاه در مسکو یک مخالف حکومتی تاجیکستان را غایبانه حبس کرد. احتمال استرداد چند شهروند تاجیکستان از ترکیه به روسیه که در حمله کراکورس گمان بر دانسته می‌شوند و پس شدن قرب روبل روسیه در تاجیکستان. سلام بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. دادگاه ناحیه بسمانی شهر مسکو شراف‌الدین گدایف، یک از مخالفان حکومتی تاجیکستان را در غیبش به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه 29 ایل گدایف را به آن گناهکار کرد که درباره ارتش روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین خبرهای دروغ پخش کرده است. واکنش شراف‌الدین گدایف به این حکم معلوم نیست، اما او قبلا گفته بود پرونده جنایت در روسیه به فعالیت‌های سیاسیش به خصوص طرفداری از اوکراین ربط دارد. شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است و در هلند پناهندگی سیاسی دارد. رسانه‌های روسیه نوشتند که پرونده جنایت علیه گدایف و افراطگرا شناخته شدن او از سوی دادگاه در مسکو میتواند برای تاجیکستانی‌هایی که به صحیفه‌های او در شبکه‌های اجتماعی آبونه شدند در روسیه مشکل ایجاد کند. مقامات روسیه بر پایه یک صحبت شراف‌الدین گدایف در شبکه یوتیوبی اصلاح نسبت به پرونده جنایت گشودند. در این صحبت که سال 2022 پخش شده است، گدایف نقل می‌کند که چگونه نظامیان روسیه شهروندان عادی را در اوکراین می‌کشند. دو زاده تاجیکستان در دادگاه مسکو علیه شراف‌الدین گدایف شهادت داده، گفتند او گویا در بخش تاجیکی اینترنت به تبلیغات ضد روسیه مشغول است. قبلا مادر شراف‌الدین گدایف را با درخواست خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب بازپرسی کرده بودند. بجز شراف‌الدین گدایف، مقامات روسیه محمد اقبال صدرالدین مدیر پایگاه اصلاح را نیز با اتهام نشر اخبار دروغ درباره ارتش روسیه غایبانه حبس کردند. ترکیه ممکن است که چند گمانبری حمله به کراکوس را به روسیه سپارد که حداقل 3 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به یک از وکیلان دفاع جبردیدگان گزارش داده است. به قبل این منبع، یک از افرادی که ممکن است از ترکیه به روسیه استرداد شود، محمد رحیم فیضوف برادر محمد صابر فیضوف، یک از گمانبران اساسی پرونده کراکوس است. تاس نوشته است که محمد رحیم فیضوف قبل از حمله به تالار کنسرتی به روسیه آمده چند مدت با دو گمانبر اساسی این قضیه سید اکرم جبلی زاده و فریدون شمس‌الدین زیسته است. پیوندان این شهروندان تاجیکستان از جمله محمد صابر فیضوف به حمله‌وران اساسی بودن آنها شبهه دارند. خبرگزاری تاس نوشته است که امیدجان سالیف، شهروند دیگری تاجیکستان، هم احتمال به روسیه سپرده شود. به قبل این منبع سالیف حمله‌وران را با سلاح تامین کرده است. امیدجان سالیف به قبل این رسانه روسی در تاجیکستان با اتهام غارتگری تحت پیگرد است. همچنین زبیدالله اسماعیلوف زاده دیگری تاجیکستان هم به دست داشتن در حمله به کراکوس متهم می شود. تاس نوشته است که اسماعیلوف قبلا با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت در تاجیکستان زندانی شده بود. تصدیق درستی این حرفها فعلا مشکل است. تاس نوشته است که همه گمانبرانی که حالا در ترکیه هستند تا حمله به کراکوس در ماه مارس سال 2024 خاک روسیه را ترک کرده بودند. این رسانه همچنین گزارش داده است که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان 9 نفر را در پیوند به حادثه کراکوس جستجو دارند. ماه ینور امسال دادستانی ترکیه علیه 5 خارجی که به قبل مفتشان با تاجیکان گمان زد به حمله به تالار کراکوس روسیه تماس داشتند عیبنامه اعلام کرد. با حافظجان اسمالوف، مطیع الله اسایف، رحمت الله سالیف، محمد رحیم فیضوف و حمزه محمد تا 15 سال زندان تهدید میکند. قرار است امروز 3 ایل عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دوشنبه سفر کند. خبرگزاری دولتی خاور از قبل شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نوشته است عراقچی ضمن سفرش به تاجیکستان با پرزیدنت امامعلی رحمان و سراج‌الدین ماهرالدین وزیر امور خارجه ملاقات میکند. درباره مسائل بررسی در این دیدارها خبری ندادند، ولی اول همین ماه وزیران امور خارجه دو کشور در یک صحبت تلفنی درباره رابطه‌های دو جانبه صحبت کرده بودند. همکاری‌های تاجیکستان و ایران در چند سال اخیر برعکس سالهای پیش توسعه یافتند. تاجیکستان ماهیان حمله‌های اسرائیل و آمریکا و تأسیسات اتمی ایران را محکوم کرده و از جمله گفته بود که شدت گرفتن مناقشه میتواند باعث تبدیل یافتن نزاع کنونی به جنگ دوامدار با پیامدهای خطرناک برای کل منطقه و جهان گردد. بینندگان عزیز، شما چند مراتب از ما ایراد گرفتید که در وقت نظرپرسی اساساً نظر ساکنان دوشنبه را در موضوعهای مهم میپرسیم. این بار همکاران ما از دهه زیده ناحیه ورزا برای شما این نظرپرسی را آماده کردند که آن را با هم ببینیم. زندگی همین منمی قوم این دهه فقط منمی علف میدروی علف وای میکنی کمور میکشی و خار این سال 15 ایول آگوست ایول دا سر میشد این سال یا 20 روز پیشتر اومد
برای که سال گرم اومد اگر نه یک سال نمیگفتیم ما سر میکنیم اکترا این سال یک 20 روز پیشتر اومد درو دهه ما یک از دهه‌های زیبا منظره بودم مردم با کسب‌های گوناگون مشغول است حاضر چه خیلی که میبینیم در دهه ما در ماه‌های از ماه‌های ایول سر شده تا آخر ماه آگوست برای جمع‌آوری علف همیشه وقت کوشش میکنن که برای زمستان چاروا ذخیره کنند و اینچنین با کشیدن یعنی کمر مشغول هستند. آنها روز خود را با همین چارواداری و باغ راغداری و خاشاک آنها میگذرانند. فقط این کار هم کارگرای هم کام خودش کار میکنن کمر هم میبرارن من این ماشینا رو با دارن نو کلینتو همونجا میرن میخرن میورن البته جسر میکنه من هم آب بعد روز ولی اگه کم روز صبح اگه یک کار سر کنن کن من هم شاوه و ددوال میورن داریم این کار نکنه در زندگی مردم اینو خود یا بیزنسی در مردم اینجا وقتی میرم مثال اول میخره تا اونشا 350-400 سون اینجا میپروره لینچاش میزنه یا لینچاش 25-26 سون خواه کرد دیگه هم لینچو هم داره اینو میخواه کرد 20 کیلو میکنه 24-25 سون اینه به این زیده همه کار هم میکنه سارا فقط همین کم کرد علاقه هم همه کمر دیگه یگان محصولات اینجا نیست یگان تجربه کاشکا پاشکا از خود کارا میکنم یه هوا عجایبات هست ما از همون شهرها تو ترمور اینجا میسپارم میرم من خود جمعه نیست که روندم اول بار میام برف میخواه اونجا تا ماه نویبر اینجا میگرد و علف هم میدارم تمام میکنم و میرم این همه دلان خریدگیان و میخرن کمرا میبرم بیزنس میکنم اینجا 7-8 تکونی کمرا بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 30 ایول را فرا می‌گیرد. آژانسی مبارزه با کروپسیا روز 30 ایول سال 2019 گفت نسبت شهباز رجبزاده سابق رئیس ترمینال رقمی 1 دوشنبه که از جانب رئیس جمهور سخت انتقاد شد یگان پرونده آغاز نشده است. 2 ماه پیش از این در یک جلسه با شرکت کارمندان گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان شهباز رجبزاده را تحت استنطاق شدید قرار داد و معلوم شد که او را در فسادکاری گمان برمی‌دانند. قضیه بجزا ماندن رجبزاده را برخی چون نمایشکاری مقامات انتقاد کردند. 30 ایول سال 2014 بانک جهانی به دولت تاجیکستان مشورت داد که به خاطر تنظیم نرخ سوزشواری به استحصال لونده ها از سرگین چارپا یا تپک اقدام کند. بانک جهانی گفت که 70% اهالی دهات تاجیکستان در سردترین فصل های سال برق ندارند و برای گرم کردن خانه ها و آماده کردن غذا اساساً از 3 نوع سوزشواری تپک، قوزپایه و انگشت استفاده می شود. در پایان ایول سال 2011 در باغ جانوران دوشنبه اولین بار در تاریخ استقلالیت تاجیکستان بهموت مهمان شد. جانور آبی با 1.5 تن وزن ترسونبای نام داشت و از یک باغ جانوران قزاقستان آورده شد. 7 ماه بعدش وقتی این جانور عظیم جثه درگذشت مقامات سببش را سکته دل گفتند، ولی برخی مطبوعات تاجیک سردی‌های بی‌سابقه و شرایط نامناسب را دلیل مرگ جانور نامیدند. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه به طور نظر از پایان رفت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تو 114-115 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 945 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 30 ایول چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، مهلت جدا برای برنامه نوید به انجام رسید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید.